في الحضر الظهر أربعا وبعده ركعتين. در وطن میگه همروی حضرت صلی الله علیه و سلم همین پیشین 4 رکعت خونده فرض، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت یعنی سنت ای. و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعده رکعتین. در سفر میگه ظهر پیشین حضرت 2 رکعت خون قصر کنه، بعدش 2 رکعت، 2 رکعت یعنی سنت ای. و العصر رکعتین ولم یصلی بعده شیء. نماز عصر در سفر حضرت میگه 2 رکعت خوند، ارکفوشی چی نخوند. و المغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات و هی وتر النهار. نماز شام حضرت صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر هم 3 تا میخوند. شام قصر نداره. و میگه و بعده رکعتین، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت اینم سنت است. این در سفر قبل رفته است. خب این حدیث ترمذی با اسناد حسن آورده است. امام طحاوی در شرح معانی الاصول عین همین حدیث آورده است با اسناد حسن با دوام دارد. میگه و صلی العشاء رکعتین و بعده رکعتین. حضرت صلی الله علیه و سلم فرض خفتن 2 رکعت خوند، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت این همیشه سنت است. برای علمای ما میگن که در سفر اگر در زمین باشی فرق نداره که اون زمین خانه مهمان خانه یگون مچیت یگون پلیانکای سنت نمیخونی. لیکن اگر در حال حرکت باشی در خر اسب شتر و ماشین و سامالیات اگر نخوندی گناهگار نمیشه. این نمی خگه پد اگر خوندی پر ثواب شو میگیری، نخوندی گناهگار نمیشه. سنت پیغمبر چرا نمیخونی؟ عجیب ده. حضرت نه فقط سنت، نمازهای نفل در سفر میخوند. این همین نماز ضحی، نماز اشراق، همین حضرت در مکه مکرمه روز فتح مکه بود که 8 رکعت خونده است. در صحیح بخاری بود دیگه. اما با کاری سفر میکنی خطت با مردم بابی میزنی او سنت پیغمبر اشکال نمیخونی. فقط تأکید چه گو میکنه. فقط در سفر تأکید چه گو میکنه. سنت هست نه که معکده نیست، غیر سنتی بومداد. سنتی بومداد همیشه معکده است. ای حدیث عبدالله ابن عمر درباره اون که مثلا در سفر من همراه رسول الله بودم، همراه ابوبکر رضی الله عنه، بله، عمر، عثمان، که من ندیدم که مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یا که همین شد خلیفه سنت رو خون برداشتن. همین روایات عبدالله ابن عمر تعارض دارن. همین روایتی را که من گفتم همین را عبدالله ابن عمر. عجیبش همین که در مصنف ابن ابی شیبه اومده است عبدالله ابن عمر میگه سنت خون. راوی وقتی که بر روایت خودش عمل نمیکنه دیگه ما اون روایت قبول نمیکنیم. خب سنت است. برای چی نمیخونده ایش؟ ما عجیب گپوده بخونی اگر گناهگار میشه. در سفر نخوندن سنت است. شو گپوی احمقانه ده. سبحان الله. شرایط بده است، امکانیات بده است، حضرت میخونده است شما نمیخونم. با ای همین خودی عبدالله ابن عمر روایت اومده گیه. یعنی حدیث دکی ضعیف است. کدام حدیث؟ همین که ندیده میگه. نه ضعیف نیست. ای حدیث محتاج بهی ای. نه که میگم که حدیثو مختلفن. حدیثو در متنشو تعارض دارن. اینجا میگه حضرت خون، اخفاش نماز خوندم. اونجا میگه نخون. یک روایت دیگر اومده است تولی عبدالرزاق روایت میکنه میگه عبدالله ابن عمر در بلوی شتر در یک کاروان می اومدن، در یک موضع میگن همین در یک همین تا یک میدانچه شد شترش یک دور تو داد تا یک چرخش زد. بعد در همین یک موضع یک شنوندش ها یک جدا سرش خم کرد. سبحان الله سرش خم کرد. بعد شترش شنوند 2 رکعت نماز خوند. بعد سوالش کردن مردم همین کارای صحابه را میدیدن سوال میکردن. اینطوری سوال میکردن. بعد گفتن که چطور کردی و صحابه پیغمبر؟ گفت همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده ببینید مغزیده همونجا یک درخت بود. شاخهای زیاد داشت. حضرت با شتر میگه که دیگه درخت یک چرخ زد. همون جایی که من سر مخم کردم همونجا یک شاخش کشول بود میگه. اگر سرش خم نمیکرد سلاش ای سرش میغلطید. حضرت همونجا سرش خم کرده بود. من همونجا سر مخم کردم. بعد میگه شتر خوب بود 2 رکعت نماز خوند. بعد گفتن اون زمان درخت بود، شاخ داشت. ولی نه درخت نه شاخه چیکار میکنی؟ گفت دیدم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد میکنه. اویل کریم مستقیم با سند دادن. عجیب ده. کاری که پیغمبر تأکیدی در تأکید گفته است. حضرت ابوالای شتر سور نماز نفل خونده میرفت.
نمیگفت که این سفرای در سفر جون تبلیغات غم نگی غیری فردی چرا نخونی میگفت در روز فتح مکه ولی جنگ تمام نشده است با مشرکا جنگ رفته است امیهانی اپای حضرت علی روایت میگه در صحیحین اومده این حدیث حضرت 8 رکعت نماز ضحی خوند که این نماز ضحی یگون جای شک نیست که ای سنت‌های مؤکده خیلی مرتبهش پستره با نخوندن ضحی هیچ اشکال نیست نه که ترک سنت مؤکده اگر چنده که عذاب و عقوبت با آتش هم که نداشته باشه یک دهشتی از این سخت‌تر است خوفی از شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم محروم شدن میره در اینجا برای حضرت میگه من ترک سنتی لم ینل شفاعتی هر کسی سنتی مرا ترک میکنه قصداً از شفاعت ما محروم میشه این همین اختلافایی که در مذهب اومده است یا خود به خود اومدگی نیست یعنی همین صاحبای مذهب همین اختلاف خودشون نبرو باید همین اختلافا میروند همش به هم صحابه میرسن این همین اختلاف در زمان صحابه بود یا تشیخ گفتگی یا تشیخ گفتگی اما همه اختلاف در فروعات های یگان جا در اصول اختلاف نیست در همین ملوچود های اختلاف مقصد کار میشید یک کسی یک خیلی میگفت حضرت میگفت اصبت درست گفتی درست رفتار کردی یک کسی دیگه یک کار دیگه هم میکرد میومد میگفت اصبت درست رفتار کردی خیلی اولت هاشید است یک از بظاهر عمل کرد حضرت گفت یک گروه گفت اصبت یک گروه دیگه خزانه شب عصر گفته عصر خوندن برفتن ایوش هم گفت اصبت سببش چی بود برای چه حضرت صلی الله علیه و سلم این کار کرد برای اون که این دین علمه یک چیزی شخص شده موندگی نیست اگر همین جوش که قرار کنه خلاص داغما میشه علم باید پیش بره برای اون که پیش بره بحث داره راه ها داره گفتگوهای علمی داره همین اوادی ده همین قدر لطیف و توزه و پاکیزه ای حرکت که مونده یه جا ایستاد مطلق میشه همین دین هم همین خیلی دین باید حرکت داشته باشه همین اصلا طبیعت کارش هم یخی همه چیز باید در حرکت باشه مقصد که اگر حرکت کی نباشه همون چیز برهم میخوره داغما میشه و شق شده میمونه برای حضرت صلی الله علیه و سلم همین را کم کم دستگیری میکرد حضرت عمر یک آدم قرآن میخون من تا کشتالش گرفت کشیده به پیش حضرت آورد او یه مرا جزیر کرد اینو درست میخونه شخص از بنی تمیم بود حضرت گفت کو بخون خون گفت توری خوندی درست یا عمر تو بخون حضرت عمر خون گفت یا عمر تو هم خوندی یا عمر گفت این هذا القرآن انزل على 7 احرف این قرآن بر هفت حرف نازل شده گیه اگه بعدا همین حضرت عثمان غیرت کرده همین 7 حرف در یک رسم الخط جو کرد نباشه این به 7 حرف نازل شده گیه این مقصد در فروعات بحث خیلی زیاده بحث های مادر و بیبی عایشه با ابن عباس بحث های مادر و بیبی عایشه مثلا با ابو هریره بحث عمار ابن یاسر در مسئله تیمم با حضرت عمر خیلی زیاد اختلافات حضرت ابو موسی اشعری را سوال دادن جواب گفت اومدن نزد عبدالله ابن مسعود گفتن حضرت ابو موسی را سوال کرده و خیلی گفت غلط میگه درستش نه خیلی با خستن پیش رفتن که مردکتر میگه غلط میگه درستش خیلی حضرت گفت لا تسالونی مادام هذا حبر فیکم مادام همین عالم کلام در بینتونه مرا سوال نکنی مثلا او عالم تره او داناتره صحابه اختلاف داشتن اختلاف علمی بود اختلافشو منجر به کینه و کدورت و فتنه نبود انما اختلافا بود که فقه به این درجه را اومده است این بچه به خدا عقل ده میگیره یگان یوریسپرودنس دنیا همین خیلی صفته که همین فقه اسلامی است خب نیست اگر کرد ای 7 تا 3 سال ای 7 تا 3 سال اسلامی تری نداره کنکریت نه جوابش کنکریت داده برش اومدگیه انمی اختلافو سبب شدن که همین موشکافی کردن کفتن تا همین درجه را سفته شید اگر که نمیشید همین یک قول میشید خیلی اهمیت نمیدونن مردم اینه تو با این روز همون نگاه نه همه تفسیر می نویسن هیچی باید تفسیری نو میشه ای بچه ای گفوش اینا نو فهمیدیم همین بخوری را شرح میتن تو این روزه 81 شرح بخاری چاپ شده است شرحای کلوم در نظر دارم یکی تو این روزه مینا باید شرح دیگه میشه این بچه اینا چیزوش نیوانسوش با اون نمیدونستیم اینا پیدا شد اسلام همین یک کوی داشت و برای علمه
علم قویدش هم میاد وش الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون اینا یو پیروی میکنن این مردمی مقصد همی کوچگی و اینمی دایدو نمیبینی میگه که هر سه میگردن لاک لاک و شاعرای عرب مقصد قصیده میگفتن میگشتن شهرها میگشتن یارمارک‌ها دا اشتراک میکردن و این شاعرها میگه یک پیرا میگه که کردگی نیستن هم کرونا میکنن اینا مبالغه قطعی میگن هدی ای خطیل عربی نام سوره را شعرون این نامگذاری سوره ها در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شروع شده است هم یک اپیزود مشهورترش معروفترش در ذهن مونندش میگیرن سوره بقره را ببینه او صدها موضوع داره میگم قصه همون گو و قوم حضرت موسی و همون زنده شدن همون آدم که اومده است همون سوره را نامش بقره موندن اینا خیلی ایده ولی همین آیات ها سبب نجات فرزدق شدگی هم یک شاعر عرب بود نامش فرزدق در دوره امویه بود به حد شاعری با قوت های دیواناش هم ولی هستن بسیار گبزن بود است شیردل شجاع بود پاچه ها را دروش و گپی حق همه گفت است ولی اون قدوسش نمیدوشتن یعنی حجازه نمتری چی بود است ولی بعضم همین کانال کریمه باشه والله علم یا که ویسال حق باشه یا چی میمونه همون قصیده فرزدق در وصف امام زین العابدین گفته است امام سجاده اون میمونه میگه در موسم حج هشام ابن عبدالملک خلیف همون شاه اموی خودش حج میروه همین قصه میکنه که همون حجر الاسود استلام کنه نمیشوه آدم به حج زیاد نمیشوه مردم تید نمیشوه در اونجا اجازت نیست که مجبوری مردم تید کنی اسلحه رو وردن ممکن نیست در حرم بعد بفرم میشوه یک جدا یک کرسی را میورن میموننش میشینه و نگه داره نگه میکنم یک آدم همتری یک مسلمانی صاحب جماع ریشی سیاه شروع داره همین میوی هر وقتی در نزد همین حجر الاسود میرسه اوی میشوه همه میروه این همین مردم خچون مقصد راه اوی میکنن میروه استیلو میگه در همین 7 دور 7 بار استیلو میکنن و یه حیوان میشوه میگه این کیه من فرزدق در پیش استودگی های و میگه تو نمیدونی همین راه که کیه خورشیده نمیبینی بعد این شخصی هسته که ایرا جدش پیامبر محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است این آدمی هست که بابا ایرا علی مرتضی میگفتن خلیفه راشد ایرا ببیشا فاطمه زهرا میگفتن ایرا پدرش حسین مجتبی میگفت همین که میبره و میبره به حد قصیده چیه هم تو رنگی بخش میگشه اون کم کم در همون کانال میمونن همین فرزدق یه روز در پیش هشام یک قصیده ش خونده است یک میگه و کانت بجانبه یا مسرعات فکنت اخذ اغناق الختان از ده طرفم انا مسرعات زنای صاحب جمال خواب بدن کاری من تا سهر همین بند ایزاکشایی بده کنم دقلم شوم طریق مقصد شاعر داخلی و میگه کلا برگه تکرار کن با میگشت 4 بار هم طریق تکرار میگه و میگه بدبخت را قتل دوجی بشید تو خودت اقرار کرده که زینو کردم 4 بار دیگه تصدیقش کردی تو را باید قتل کنیم نمیگه قرآن میگه ایره ایسری من برداشتگیه و میگه چی؟ و همین اویت ها که خدای تعالی گفته است که انهم یقولون ما لا یفعلون یا میگه پیرا میگن که کردگی نیستن ما هم دهن داریم هم تا دهن مقدمه گیر نباشه هیچ خوب یک اسمو نمیوید میگم ساعت هم نهانیم شده است حضرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى
الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظیم. من گرچه گناهگار و بدم یا الله از درگاه خود مکن ردم یا الله. گفتم که این همه عصیان و گناه چه کنم؟ گفتی که بیا من آمدم یا الله. یا رب اگر نگذری از گرم و گناهم چه کنم؟ یا رب اگر نگذری از جرم و گناهم چه کنم؟ ندهی گر بدری خش پناهم چه کنم؟ گر برانی و نخوانی و کنی ناامیدم بکی رو آرم و حاجت زی خواهم چه کنم؟ بار الها کرم مرحمت بر من کن کاروان رفته و من مانده براهم چه کنم؟ ای خالق ارض و سما ای رازقی شاه و گدا کردم بس جرم و خطا استغفر الله العظیم. کردم گناهی به عدد دانم که بد کردم چی بد وردی زبانم ای احد استغفر الله العظیم. چندان که کردم توبه ها صادق نگشتم بر وفا زین فعل بد ای پادشاه استغفر الله العظیم. در حب دنیا روز و شب سرگشتم من در طلب یا رب مکن بر من غضب استغفر الله العظیم. داری تو چون جان در بدن ناحق زبان در دهن هر دم بگو مسکین حسن استغفر الله العظیم. اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. الله تلاوت شده کلامی بزرگت را ثواب این نعتوی را که چیزی را که به خطا میکنه به فراموشی میکنه یا مجبورش میکنن که فلان کار بکن انا اون گناه ها را در میگذاره. خدا بزرگه یه مسئله در دنیا میگم توبه کنیم توبه نصح
چی معنی داره توبه نصح چیه؟ الله همین سوال حضرت عمر الله گفتن یا امیر المؤمنین خداوند میگه که یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا توبه نصوح کنه پیش پروردگار این چی توبه؟ حضرت گفت ان یتوب الرجل من ذنبه توبه نصوحی است که مرد اولا همون گناه توبه میکنه ثم لا یرجع کما لا یرجع لبن الی الزرع بعدا هرگز ارزوی همین گناه نمیکنه دیگه بازگشتی به همین گناه نداره مثل که شیر پیستون وقتی جوشیدن دیگه شیر با پیستون بر نمیگرده کو همین آدم دیگه به همون گناه بر نمیگرده آن همین توبه نصوحه نه که اطرافی با صوفی و گپوی دارن میگن نصوح نام یک شخصی دست است بنی اسرائیل ولی حضرت مولوی یک کتاب عجیب دارن موضوع ده بود مرد پیش از این نامش نصوح بد زید الله کی ایزن او رو فتح یک مردک میگه نامش نصوح بوده است او دلاک بوده است مساجیست روی او بودی چرخساری زنان مردی خود را همه کردی نهان شکل صورتش به زنکو شباهت داشته است این خونه سوخته که چه زنک بگرفته است در حمام زنکو مساجیست کار میکرده او به حمام زنان دلاک بود در دغا و حیله بس چالاک بود سالها میکرد دلاکی و کس بو نبرد از سیر رمزی آن هوس همین هم یک کیفیت داره کاخی میرود مساج میکنه او خیال میکنه این زنکه خونه سوخته مردک بود است میگه توبه ها میکرد پا در میکشید نفسی کافر توبه او میدارید بعضا توبه میکرده است مسلمان بوده است مؤمن بوده نه که با همین شیطان وسوسش میکرده با همه را رسوا میکرد با میزد است میرفته است همین دیگه رنگ یک خوبی شیدگی عادت شیده است دیگه ترکش کردن نمیتونه من میگم ناز رفت پیش عارف اون زشتکار گفت ما رو در دعای یاد آر یا مردی خدا بوده است یک شخصی بزرگ پیش اون میرود حضرت میگه ده حق ما دعا کن که یک گناهی سخت دارم امرا بزنم سیری او دانست اون آزاد مرد لیک از حلم خدا پیدا نکرد فهمید که چیه همیو اولیای خدا به دست آخی نه که اشکارش نکرد اون رازی مردا پوشیده میگن عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند هر کی را اسرار حق آموختند مهر کردند دهانش دوختند و میگه سوز خندیده بگفته کجنهاد زان چی دانی ایزید توبه دهاد گفت اگه خدای تعالی خودش داره توبه بده که با این توبه دادن ما فایده نیست اما خودت میدونی چی گناه داری خداوند همون گناه خودش توبه داده میگه این دعا از 7 آسمان درگذشت کاری اون مسکین با آخر نگشت حضرت خدای تعالی دعا که صدقی بود میگه از طرف آدم پاکیزه خداوند دعا را اجابت کرد اندرون حمام پر میکرد تشت گوهری از دختری شه یاوه گشت حضرت خدا یه روز در حمام کار کرده است دختری پوچور هم اومده بعد اومده است یک گوشپورش میغلطه یک مهرش یک بریلیانت ای گوشپورش گوهری از حلقه های گوش او یاوه گشت و هر زنی در جستجو دیگه همه در تشویش در تردد اما چه بریلیانت قیمت دست اوکی پس دری حمام رو بستند سخت تا بجویند اولش در پیچی رخت پس بجید جستن گرفتند از گزاف در دهان و گوش و اندر هر شکاف دری حمام محکم کردن کفت و سر شکاف آدم در بسیار میشه خصوصا زنکو در این حمام زنکو همه ترخه گفتن بکویگو جا نمونه میگه اون نصوح از ترس شد در خلوتی روی زرد لب کبود از خشیتی پریکاز شدوخی همه لیموسوش بکنه لیچی برهنه شوه در حمومای مسلمانی پره لیچی برهنه نمیشه بانکو اما حواتی غلیزه محکمه گفتن همه لیچی برهنه شوه که میکنی این بیچوره دیگه تلخش کفی یک کنجک اومد میگه که گفت یارا بارها برگشتم توبه ها و عهدها بشکستم پروردگار خودت شاهدی میدونی که من چندین مرتبه توبه کردم با همین شیطانی لعین ای ره برو ورده که با همین کار دست دادم ای خدا اون شد که از من میسزد
که زهر سوراخ مورم میگزد ای خدا آن کن که از تو میسزد پروردگار رو خیلی که من نوبکارم نوکسم اما تو کریمی رحیمی ستاری اگه به هم ستاریت گناه بپوش گرمه رو این بار ستاری کنی توبه کردم من زهر نو کردنی همیدم گناه ما بپوش به خدا خسب توبه کردم خلاص دیگه ایره نمیکنم میگه ای خدا چندان بگفت کنده به دیوار با او گشت جفت دیگه همین اوز ای خدا دیسته درگری هم نولوهای ای میگه در میان یورب و یورب بدو وانگ آمد در میان جستجو جمله رو جستیم پیش و ای نسای همین زورا و التجا داره که یا وقت اوز دادن که کمپیرکی نسو همین نوبتی تو مدایا برا کفته بیو گشت به هشون زمان پرید رو تلخش گفت هشش رفت با تخته پیش زده آخی کشتن چیه؟ پوست شمه کردن در پوستش کجا میکردن تمام اولاد خیش تبارش همه شرمنده و سیاه آخی به ای مردن ده 1000 بار بدتر ای هشش رفت و حضرت میگه که همین وقتی که هشش رفت کو موج رحمت پروردگار در جوش آمد میگه چون که دریاهای رحمت جوش کرد سنگ ها هم آب حیوان نوش کرد مرده 100 ساله بیرون شد زگور دیوی ملعون شد به خوبی رشک حور وقتی رحمت پروردگار جوش میزنه طبیعت مرده را دیده که زنده میشوه دشتای سوخته اولیمتوی در بهار یبره ببین منو خدا هشت میکنه سبزه جدا لاله جدا حوست میکنه بله همین وقتی که سوخت پخت هیچ نیست میگه بهار میشه اما چه میگه عید دیگه طبیعت زیبا ده هیچ نیست و حضرت میگه تا نگیرید طفل کی جوشد لبن تا نگیرید ابر کی کنده چمن همین کودک که گریه نکنه در یاد اوچش نمیزنه همون کودک گریه میکنه که میگیره سینه‌اش میتا تو زمان ابر گریه نکنه و بارون نباره چمن نمیخنده حاصل نمیبروید تا نگیرید کودک حلوا فروش بحری بخشایش کجا آید بجوش بانگ آمد ناگهان که رفت بیم یافت شد گمگشته آن در یتیم همین وقت میآورش خلاص میگن تمام اگه دیگه ادبوی یافتیمش از غیره و نعره و قرصک زدن پر شد حمام قدزال الحزن همه دیگه شد شیدن همه جونش در تلوسه بود اولا نکزد میکردن دیگه همین شودی و خرسندی قرصک زدن و تکبیر گفتن اون نسوحی رفته باز آمد بخیش هم وقت کشش به سرش زد حیرتی او دم به دم میگشت بیش می حلالی خواست از وی هر کسی بوسه میدادم بر دستش بسه یک منتظری مرگای این نگاه کرد که اومدن دستوش هم چک کرد استیان عذر خواهی دارم بعد گمان بردیم ما رو کن حلال گوشتی تو خوردیم اندر قیل قال کمپیرک اگه ده حقت گمانی بد کردیم پحیل بکن غیبتت کردیم گوشتی تو خوردیم اکثر گوه بد فضل خدای دادگر ورنه از آن چند گفته شد هستم بتر ای گوش ما چرا بدونه اون نعمتی پروردگاره نباشم با خدا قسم و چیزی شما فکر بکنیم من بدتر هم شما خیال بکنیم من دزدم اگر تری روسیه ها من همه دانم و آن ستاری من جرم ها و زیشته کرداری من این سیر من همه خدمه دارم و پروردگارم حق بینید آن جمله رو نادیده کرد تا نگردم در فضیحت روی زد خدای بزرگ برم که سطر کرد پشم که همجا رومسیا نشوه و شرمنده نشم من میگه بس کرد دیگه خلاص رفت هست خونه شکتگی های اگه این امتحان خداوند بیده همین هر کاری در دعوت اکثر دیگه امتحان میورم که در دعوت تو کدوم درجه را تو مردکی مستقیمی همون مردکی گفته است که سرم قوقکی بتروش ما مردیم همین یاد نوبت میگیره که جورا میگه کم کم او امبرسکی در ترکیب خونون نوادی هم هست میگه خونه دبدست ناگهان آمد کسی که از مرحمت دختر سلطان ما میخواند دختر شاهت همه خواند دیو تا سر شویی کنون ای پرسو پیشش میاد که مبارک شوه خدا داده تا لیشنی مساجیستی دختری پرچو بشه یک
دختری پوچون میگه که همون را بیاره همون مثلا همون نصح بیا یا مساج میکنه این وظیفه بلنده ای که اوقای پیشینش بو خیلی بلندتر جسته دلو که نمیخواهد دینش تو بی مولد یا بی شوید بگی اگه امتحانی خدا را ببینید بو وظیفه بلندترک کنید لگتش کردید گفت رو دستی من بیکار شد این نصوحی تو کنون بیمار شد گفت برای ملیکه را بگن که کمپیرک بیمار شد است دیگه دستام کار نمیکنم مساج کرده نمیتونم با دل خود گفت کس حد رفت جرم از دل من کی رود آن ترس خود خود به خود اندیشه کرد که ای بدبخت پشت دست سرت بگی من بمردم یک راه باز آمدم من چشیدم تلخی مرگ آدم یک دفعه مردم خدای بزرگ زندم کرد گناه ما پوشید پشت دست سرت بگی بعد این محنت کی رو بوری دیگر پا رود سوی خطا الا که خر آدمی که بعد یعنی امتحان با میگه پا در همی ورطه محلکه میمونه او آدم نیست او خره گر همه موی تنم گردد زبان شکرهای نیاید بر زمان آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا پروردگار اگر همی هر یک موی بدنم اگر زبان شوه و شکری تر بگه شکری تر ادا کرده نمیتونم از هزار یک شکری تر کرده نمیتونم ای همی خاطر میگه خداوند گفت که آنها مثل نصوح توبه کنی اما همه قول درسترش قول حضرت عمره ایتوب الرجل ثم لا یرجع الى ذنبی کما لا یرجع لبن الى الزرع توبه نصوح همی است که مرد توبه کنه همین خیلی توبه کنه که دیگه بازگشت نداشته باشه همین خیلی که شیر ای پیستون جوشیدی دیگه برگردونده میشه و انا بخیر همین توبه هم مقصد صاحب شه از همون گناه رو کنه خدا حفظتن نصوح همین توبه نه نومی آدم میگه گپی شیخ هایی این صوفیو بخش یک روایت اسرائیلی هایی اصل دیدی همون نصوح هم خشم میگن از بنی اسرائیل بود این طریق خشم میگن روایت اسرائیلی هایی اما به نصوص شرعی ثابت شدگی نیست نصوح اسکرینی سردچنی به این معنا میگه صدقی نصوح صدقی میگه برای صدقان نه بله او یا خیلی میگن توبه کنی با توبه رو بشکنی با توبه کنی خداوند دوستت میذاره نه خدا بزرگه مقصد اگر هم بشکنیش هم با توبه کنی خدای تعالی توبه پذیره توبه تا قبول میکنه ممکنه که هیچ وقت او آدمی که توبه میکنه و دیگه باز نمیگرده مثل آدمی که توبه میکنه و توبه رو میشکنه قدر قیمت نداره این چنین او قدر قیمت نداره بد میکنی و نیک طمع میداری هم بد باشد سزای بد کرداری با آنکه خداوند کریم است رحیم گندم ندهد بار چه جو میکنی جو کردی جو میگیری گندم کردی گندم میگیری افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا او شخصی که مؤمن حقیقی او با فاسق برابر میشود لا یستوی هیچ وقت یا برابر نمیشود اگه مقصد خدا بزرگه اگر 100 بار که توبه کردی توبه شکستی صدقاً با توبه که با خدا قبول میکنه توبه تا امید نمیکنه